من نمیدونم چیه داستان که هر وقت از جلوی فروشگاه کیکو رد میشم باید برم اونجا یه دونه لیپ گلاس جدید دیگه شو بگیرم بیام تست کنم. یعنی حتی سفورا انقدر منو جذب نمیکنه که کیکو جذب میکنه، ولی این دفعه دیدم که یک کالکشن جدیدی داره که خیلی متفاوته، که این سریش لیمیتد ادیشن هم هست. یعنی اگه الان گرفتی نگرفتی رفته دیگه. این لیپ گلاسای 3D هیدرا کیکو خاص بودنش به اینه که هر کدومش یه ترکیبی از انگار رنگای کهکشانی هست. این چیز جالب و خوشگلیه. حالا ببینیم. وای من میدونستم خیلی خوش رنگه. اوف، انگار همین الان فیلر تزریق کردم به لبا. حجم دهنده اصلا نیستا، ولی اغراق نمی کنم. 600 تا هم لیپ گلاس دارم، ولی من واقعا این 3D هیدراهای کیکو رو خیلی دوست دارم. حالا اگه من بخوام یه واقعیتی رو بهتون بگم، این لیپ گلاس کیکو اصلا ماندگار نیست که فکر کنید مثلا میمونه. اصلا لیپ گلاس کلا ماندگار نیست، ولی اینقدر قشنگه که قشنگ میخوای هی تمدیدش کنی یا هی رو لبت باشه دیگه، چون واقعا خوشگله. من که خیلی خوشم اومد ازش. این از من. شما چطور؟